بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. عزیزان گرامی، میخواهم به ارتباط ماه مبارک رمضان احادیث را ذکر بکنم. عزیزان گرامی، ماه مبارک رمضان ماهی است که بسیار فضیلت دارد. کتاب‌های آسمانی در این ماه نازل شده. قرآن کریم، تورات، انجیل و غیره صحیفه ها در این ماه مبارک رمضان نازل شده. عزیزان گرامی، میخواهم از احادیث به حضور شما فضیلت ماه مبارک رمضان را ذکر کنم. پیامبر خدا علیه السلام در حدیث میفرماید: عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. از سهل ابن سعد روایت است. پیامبر خدا علیه السلام فرمودند: فی الجنة 8 ابواب، در جنت 8 دروازه است. منها باب یسمى الریان، یکی از آنها یک بابش ریان نام دارد. لا یدخله الا صائمون، متفق علیه. داخل نمی شود مگر روزه دارا. افرادی که روزه دارند، افرادی که به رضای الله تعالی از صبح صادق تا به غروب آفتاب از خوردن، نوشیدن، جما و غیره خودداری میکنه، از این دروازه جنت داخل می شود که نامش ریان است. عزیزان گرامی، پس متوجه روزه خود باشیم که کدام کاری را انجام ندیم که روزه ما کراهیت پیدا کنه یا اینکه بشکند. باید متوجه روزه خود باشیم و روزه خود را محافظت بکنیم. عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. از ابی هریره روایت است. پیامبر خدا علیه السلام فرمودند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان را از روی ایمان و طلب ثواب روزه بگیرد، الله تعالی گناههای گذشته این فرد را می بخشد. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی این ماه مبارک رمضان را شب زنده داری میکنه، نماز نوافل میخوانه، تراویح میخوانه و غیره عبادت الله تعالی را میکند، الله تعالی گناههای گذشته شب میبخشد. پس شبای ماه مبارک رمضان را همهش را به خواب تیر نکنیم. باید در این شبها عبادت بکنیم، نماز بخوانیم، تلاوت بکنیم، ذکر بکنیم، درود بخوانیم تا اینکه از فضیلت این ماه مبارک رمضان مستفید شویم. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قدر را زنده داری میکنه، در آن عبادت میکنه، الله تعالی گناههای گذشتهش میبخشه. علما فرمودند که مراد از گناههای صغیره است. گناههای کبیره توسط توبه و استغفار بخشش میشود. پس در پالی از این که ما روزه میگیریم، طاعت عبادت میکنیم، باید توبه هم داشته باشیم، استغفار هم داشته باشیم، ندامت و پشیمانی داشته باشیم. کدام تقصیر کمی که در روزه ما وجود داره، او توسط توبه و استغفار ما، پشیمانی ما، تا که اون تکمیل شود. عزیزان گرامی، متوجه باشیم که تا سال آینده برای ما معلوم نیست که آیا زنده هستیم یا نیستیم. ما افراد را سال گذشته داشتیم که کتی ما یک جای روزه گرفته بود، نماز خوانده بود، به جماعت ها شرکت میکرد، کتی ما به افطاری بود. اما امسال نیست. 2 فردی را که میشناسیم از این مسجد خود ما که سال گذشته کتی ما افطاری میکردند، در تراویح و در روزه، در طاعت عبادت کتی ما شریک بود، اما امسال نیست. پس معلوم نیست که از ما و شما در سال آینده هستیم یا نیستیم. پس خوب عبادت بکنیم، برای آخرت خود آمادگی داشته باشیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر این ویدیو را سابسکرایب بکنید.